انسان مؤمن حتی در رابطه با دوست داشتن هم اینطور نیست که بگه نه من هر کاری دلم میخواد انجام میدم. اینطوری نیست. امر الله باید بر همه چی مقدم باشه، فرمان الله باید اولویت داشته باشه، محبت نسبت به الله باید اولویت داشته باشه. اولین این که محبت در زندگی انسان مؤمن فقط باید معطوف به سه چیز باشه: محبت به الله، محبت به رسول الله و محبت به مؤمنین به الله. از این سه تا نباید رد بشه. یعنی انسان مؤمن حق ندارد که کافر رو دوست داشته باشه، ارتباط ولایت و دوستی نسبت به کافرین داشته باشه. و الکفر ملت واحده، فرق هم نمی کند که اون کافر یهودی باشه، نصرانی باشه، کمونیست باشه، بودایی باشه، هندو باشه، گاوپرست باشه یا هر چی میخواد باشه، فرقی نمیکنه. الکفر ملت واحده، کفر ملت یکسانی هست، فرقی هم نمیکنه. شاید کسی بپرسه که پس ما باید با همه کافرین همیشه دشمنی و جنگ بکنیم؟ ما با اونها ارتباط مودت و محبت نداریم. مودت و محبت یک چیز در گرانمایه است که فقط باید به الله ارتباط داشته باشه. هر کس با الله مشکل داره ما با او مشکل داریم. هر کس با الله مشکل داره ما با او مشکل داریم. رو در بایستی هم نداریم با کسی. هر کس با الله ارتباطش درست است ما با او ارتباطمون درست است، حتی اگر او با ما مشکل داشته باشه. کسی که با ما مشکل دارد ضرورتاً با الله مشکل نداره. ولی چند تا مطلب اینجا باید مد نظر قرار بگیره. اولا این که چون ما با کفار ارتباط ولایت نداریم لازم نیست که دائم با اونها در جنگ باشیم. الله سبحانه و تعالی فرمود لا ینهاکم الله عن